یک زن تمام جذابیتش به انرژی، میگن شنیدید میگن حاله دورش مثلا حاله جذابی قدرتمنده، یا مثلا آورا میگن بهش، یا مثلا میگن که انرژی و وایبی که داره. یا خیلی دختر هستن که مثلا با استانداردهای جهانی خوشگل نیستن اما به نظر تو خیلی جذاب و دوست داشتنی و خوشگل میان. میدونی اینا از کجا میاد؟ تمام اینها یک مرکزی در بدن زن داره و اون کجاست؟ آره آفرین، رحم. تمام جذابیت ما از رحم میاد، به خاطر اینکه رحم مثل یک سیاه چاله خیلی قدرتمندی که هر اون چیزی که اطرافش هست اینجوری میکشه درون خودش، هر چیزی، و تو هر چیزی که دور برات بذاری این جذب خودش میکنه. میگن مثلا به موزیک خوب گوش بده، عبارات تأکیدی خوب بگو، با آدمای خوب بگرد، فیلم خوب ببین، همه اینا تاثیر میذاره. اینم به خاطر همینه. اگر تو رحم سالم، زنده، گرم و فعالی داشته باشی، تو یک زن بسیار بسیار جذابی خواهی بود که هیچ کسی در برابر تو نمیتونه مقاومت بکنه. هر کسی که این زن رو ببینه اصلا ناخودآگاه سرش به سمت این زن میچرخه، قبل از اینکه اصلا اینو ببینه که ببینم خوشگله بهش نگاه بکنم یا زشته بهش نگاه بکنم، نه همین جوری میچرخه به سمتش، چون اون انرژی داره اینو میکشون رو همه رو به سمت خودش میکشه. و وقتی که میکشه اطرافت هزاران صدها مثلا مرد داری، حالا اینجا تو مثل یک ملکه انتخاب میکنی که اینو مثلا میخوام تو زندگیم باشه، نه اینو اینجوری.